توپلویم توپلو، مالکشم برا هلو، تا ببوسه پشت لولو. این آقا که میبینید امام جماعت مسجد الحرامه، یعنی خانه خدا. بعد میخواد ماسمالی کنه، مالکشی کنه، اینی که ترامپ به بن سلمان گفته باید به پشت منو ببوسی. ببینید چی میگه. حدیث رئیس امریکی ترامپ عن تقبیل ولی امرنا ولی العهد محمد بن سلمان حفظه الله للمؤخرة الرئيس الامريكي. رأى ولي امرنا انه من المصلحة تقبيل مؤخرته، وهذا الامر مناط لولي الامر وهو من يقدر ضرورته وليس عامة المسلمين. به خدا این عذاب الهیه، این حقارت و پستی اثر دوری از ولایت علی و بچه های علی. چرا این حرفا میزنم؟ چون اینها بوسیدن ذریح پیغمبر و قبر ابی عبدالله اهل بیت رو شرک میدونن و پخ شروع میکنن به سربریدن این وحشیا. ولی به ترامپ که میرسه مستحب اصلا ببوس. خدا به جای هر بوسه‌ای که شما به پشت ترامپ بزنی یک هندوانه در بهشت بده. چرا میگم عذاب الهیه؟ چون وقتی بوسیدن ذریح مطهر پیغمبر و اهل بیتش رو شرک بدونی، خدا به بوسیدن پشت ترامپ عذابت میکنه. این حقارت یه بار دیگه هم تو تاریخ اتفاق افتاده. تو کتاب تاریخ طبری جلد 4 صفحه 523 می‌نویسه کسایی که تو جنگ جمل روبروی امیرالمومنین می‌جنگیدن حاضر نشدن دست مولا رو ببوسن، خدا عذابشون کرد. رفته بودن پشکل شتر عایشه رو برداشته بودن، نصف می‌کردن، بو می‌کشیدن، گفتن به به پشکل شتر امنا عایشه بوی مشک‌های بهشتی میده. کسی که دشمن آل علیست در به در است، نماز و روزه و حجش تمام بی ثمر است. حق بابا حیدر مده. ولی ساقی کوثر، ولی جام پیامبر، ولی الله اکبر، حیدر حیدر. ولی تو جاودانی، یقینا بیکرانی، چون سر نهانی، حیدر حیدر. ولی اعتبارم، تمام افتخارم، علی پروردگارم، حیدر حیدر.